5 اشتباه رایج در دکوراسیون. نورپردازی یک نواخت. فقط چراغ سقفی کافی نیست. از آباژور و نور مخفی هم استفاده کن. نور درست فضا رو گرم و جذاب میکنه. شماره 2، هر پذیرایی باید یک نقطه کانونی داشته باشه، مثل تابلو، آینه یا یک فرش خاص. نبود این نقطه فضا رو بی‌هویت نشون میده. شلوغی یا نبود فضای حرکت. میز و مبل رو طوری بچینید که در رفت آمد راحت باشید و فضا نفس بکشه. و شماره 4، ناهماهنگی رنگ و سبک. رنگ‌های متضاد و طرح‌های شلوغ خونه رو به هم ریخته نشون میده. یک پالت رنگی مشخص انتخاب کن و بهش وفادار بمون. و شماره 5، مبل‌ها رو طوری روبروی هم قرار بدید که آدم‌ها بتونن با هم دیگه غیر از دید تلویزیون با هم بتونن صحبت کنن.